عرض سلام خدمت همه همراهان گرامی. اومدیم خدمتتون با یک ویدیو جدید در مورد پری تریپ یا همون بازرسی قبل از سفر برای کامیون ها و تریلیا در کانادا. قبلا هم خدمتتون عرض کردم چون من ویدیو کامل و جامعی ندیدم تو یوتیوب یا جاهای دیگه، بنا گذاشتم که خودم این ویدیوها رو تهیه کنم برای شما عزیزان، انشالله که مفید باشه و استفاده بکنید. اما قبل از هر چیز خواهش میکنم که سابسکرایب کنید کانالو، لایک کنید ویدیو رو و اگه نظر و پیشنهادی دارید لطفاً برامون کامنت بذارید. این قسمت میخوام بازرسی داخل کابین کامیون رو براتون توضیح بدم. قبل از هر چیز خدمتون که عرض کنم ویدیوی ما هیچ اسپانسری نداره، تنها مشوق ما لایک و کامنت های شماست. پس لطفاً لایک زیبا رو بزنید، سابسکرایب کنید و زنگوله کنار رو هم فعالش کنید تا ویدیوهای ما مطلع بشید. خب در مورد بازرسی داخل اتاق یا کابین، اول خدمتتون عرض کنم که قبل از سوار شدن حتما این نکته رو مد نظر داشته باشید که برای سوار شدن جفت دستگیره های اتاق بگیرید و با پای راست یا چپ که میخواید بالا برید حتما اون استپ ها یا پله ها رو بازرسی کنید که لغزنده نباشه که خدای نکرده لیز بخورید و اتفاقی براتون بیفته. بعد از اینکه وارد کابین شدیم، اولین کاری که میکنید چک کنید که دندتون خلاص باشه، کابینتون تو حالت درایو اگه اتومات هست نباشه، دندتون خلاص یا نچرال باشه. سپس سویچ رو باز میکنید یا بقول معروف اگنیشن رو آن میکنید. بعد باید چک کنید که تمام چراغ های اخطار پشت آمپر و تو پنلتون تو یک زمان روشن بشه، بعد از چند لحظه خاموش میشه. اگر هر کدوم از این چراغ های اخطار روشن نشد یا اینکه روشن شد و خاموش نشد، قطعا یه مشکلی هست و حتما باید بررسی کنید به صورت فوری. خدمت شما که عرض کنم بعد از این کامیون رو استارت میزنید، برگه های بیمه، بارنامه و مدارکی که لازمه تو ماشین باشه رو باید چک کنید که همه چی اوکی باشه. برگ معاینتون رو چک کنید که بروز باشه و تاریخش نگذشته باشه. بعد از اون چراغ های تو کابین رو چک میکنید برای روشناییتون. بعد از اون میتونید آینه ها رو چک کنید. فرض مثال آینه های سمت چپ ها اول چک میکنید شکستگی نداشته باشه، تمیز باشه و تنظیم باشه برای شما. سپس شیشه بالابر رو باید چک کنید، شیشه جلو رو چک کنید که شکستگی نداشته باشه، تمیزش کنید. اگر شیشه جلو کثیفه چک کنید تمیز باشه. برفاکنه رو چک کنید کار بکنه. آبپاشی ها همون شیشه شور برفاکنه رو چک کنید کار بکنه. سپس آینه های سمت راست باز به همین ترتیب تمیز باشه، شکستگی نباشه و تنظیم باشه برای شما. بعد از اون پنجره سمت راست شیشه بالابر به درستی کار کنه. بعد از اون از داخل
کابین چراغ‌های رو روشن میکنیم. نور بالا و پایینتون رو چک کنید از تو پنل که روشن بشه. تنظیم نور پشت آمپرها رو چک کنید که کار کنه. جفت راهنما یا فلشه رو باید چک کنید که کار کنه. آمپر آبو یا همون واتر تمپرچر گیج رو چک میکنیم که دما رو نشون میده، ببینیم آیا کار میکنه، حرکت میکنه یا خیر. چون خیلی مهمه، اگر دمای آب موتور بیش از حد بره بالا بهتون هشدار میده. آمپر باتری رو چک میکنید که ببینید آیا دینامتون شارژ میکنه یا خیر، باز خیلی مهمه که به صورت معمولی و نرمال بین 14.5 تا 13.5 ولت باید باشه. دور موتور رو چک میکنید که معمولا بین 6 تا 7 باید باشه موقع که ایستادید و موتور به طور معمولی داره کار میکنه. کیلومتر و آمپر کیلومتر رو یا همون اسپید موتور رو که نشون دهنده سرعت خودروه موقع حرکت چک میکنید. آمپرهای باد ترمز رو باید چک کنید، پریمری سکندری، یعنی اون اصلی و ثانویه‌اش رو چک میکنید که آیا به طور کامل دارن باد میکنن، آمپرها درست نشون میده یا خیر. چراغ‌های هشداره که باد کامیون اگر کم باشه باید چک کنید که بین 60 تا 65 PSI که میاد این چراغ‌های هشدار روشن باید بشه. آمپر سوختمون یا فیول گیجمون رو باید چک کنیم و مقدار تقریبی سوخت رو که در باک هست نشون میده. یک بار دیگه مرور میکنیم، سویچ رو باز میکنیم، تمام چراغ‌های داخل پنل پشت آمپرها باید همزمان روشن بشن و بعد از چند ثانیه خاموش بشن. اگر هر کدوم یکی از اینها موقعی که سویچ رو باز میکنید روشن نشد یا اینکه روشن شد و خاموش نشد، حتما باید چک کنید ببینید اشکال کار کجاست. بعد از روشن شدن کامیون چک میکنید که تمام مدارکتون همراهتون باشه، مثل بارنامه هاتون، بیمه هاتون و دیگر مدارکی که لازمه حتما چک کنید که باهاتون باشه و تاریخ‌های معتبری داشته باشن. بعد از اون چراغ‌های داخلی کابین رو چک میکنیم. بعد از اون پنجره سمت چپ یا همون راننده رو چک میکنیم که به درستی بالا و پایین بشه. سپس آینه های سمت چپ یا همون راننده رو چک میکنیم، شکستگی نداشته باشه، تمیز باشه و تنظیم باشه برای شما. شیشه جلو رو باید چک کنیم، شکستگی نداشته باشه، تمیز باشه. بدفاک کن رو باید چک کنیم به درستی کار کنه. موتور شیشه شور رو باید چک کنیم که به درستی پمپ کنه آبو و کار کنه درست و اون افشونه هایی که به اصطلاح آبو میپاشه رو شیشه حتما به درستی کار کنه. پنجره سمت راست رو چک میکنیم که به طور روون بالا و پایین بشه. آینه های سمت راست رو باید چک کنیم، شکستگی نداشته باشه، کثیف نباشه و به سمت شما تنظیم باشه. سویچ چراغ‌ها رو باز میکنیم، چک میکنیم نور بالا و پایینمون باید اوکی باشه و کار کنه. از طریق پنل ها متوجه میشید و چک میکنید. نور پشت آمپرها یا همون دشت ایمه رو چک میکنید که به درستی کار کنه، یعنی نور رو کم و زیاد میکنه.
جفت راهنمای یا فور فلشرمون رو باید چک کنیم که به درستی کار کنه. آمپر آب رو باید چک کنیم که به درستی کار کنه. آمپر آب وظیفش نشون دادن دمای آب داخل موتوره که به طور نرمال بین 80 تا 95 درجه سانتیگراد باید باشه. بعد از اون فشار روغن رو باید چک کنیم. آمپر فشار روغن یا اویل پروشر گیجمون رو چک میکنیم که به درستی کار کنه. چک میکنیم که فشار روغنمون کم یا بیش از حد زیاد نباشه. بعد از اون دور موتور رو باید چک کنیم که به طور نرمال روی 6000 یا 7000 دور در دقیقه باشه. دف گیج رو باید چک کنیم که به اندازه اون سفری که پیش رو داریم حتما مایه دف داشته باشه که تو ایران ادبلو میگیم ما بهش. بعد از اون آمپر توربو شارژمون باید چک کنیم که میزان ورودی هوایی که وارد حجم هوایی که وارد موتور میشه رو بهمون نشون میده. بعد از اون میتونید آمپر نشون دهنده سوختمون رو یا همون فیول گیج رو چک کنیم که به اندازه سفری که در پیش رو داریم حتما سوخت داشته باشیم. آمپرهای اصلی و ثانویه باد حتما باید چک کنیم که خیلی مهمه که به درستی کار کنن. سوپا ساعتمون به طور نرمال بین 105 تا 135 PSI باید باز بشه و کار کنه. اونو چک میکنید. کیلومتر رو چک میکنیم. سراغ علائم هشدار دهنده که فشار باد پایین هست بریم و اونا رو چک کنیم که به طور معمول بین 60 تا 65 PSI این علائم هشدار فعال میشه. اینا رو چک میکنید. دینامومون رو باید چک کنیم که به طور نرمال بین 13.5 تا 14.5 ولت رو باید نشون بده. راهنما رو باید چک کنیم. راهنمای سمت چپ، راهنمای سمت راست رو باید چک کنیم. فرمون رو باید چک کنیم که لقی بیش از حد نداشته باشه. بوق‌های شهری و بیابونی رو باید چک کنیم. سیتی هورن و هایوی هورن رو باید چک کنیم. ترمز دستیمون رو باید چک کنیم که ببینیم ترمز تریلیمون کار میکنه یا خیر. ترمزهای پارکینگ تریلی و کامیون رو باید چک کنیم که ببینیم به درستی کار میکنه یا خیر. افکنهای دیفرنسیال، تنظیم‌های بالون و ریش یا همون فیفت ویل مثلا دیفرنشیالز، فیفت ویل و سسپنشن ایر رو باید چک کنیم که معمولا در حالت خاموش یا آف قرار دارن به جز مواقعی که میخوایم از اینا استفاده کنیم. تهویه هوای داخل اتاق رو باید چک کنیم که فعال باشه، ببینیم به درستی کار میکنه یا خیر. مخصوصا تو زمستونا که شیشه جلو بخار میزنه، وقتی که اینو فعال کنید اون بخار شیشه جلو رو راحت خشک میکنه. هوای داخل کابینو باید چک کنیم، هم بخاری هم کولر کامیون رو. همه این موارد که چک کردیم، تنظیم صندلی رو باید چک کنیم که به صورت روون جلو و عقب بشه. کمربندمون رو باید چک کنیم که پارگی نداشته باشه، به درستی قفل و باز بشه، یعنی لاک و آن لاک بشه. بعد از اون کف کامیون رو باید چک کنیم، کف اتاقو که
چیز غلطنده‌ای نباشه که در عین حرکت ممکنه بیاد مانع پدال گاز یا ترمز بشه که منجر به تصادف یا سانحه دیگه‌ای بشه. توضیح که خدمتتون عرض کنم اینه که موقع امتحان تو مدارس اینجا میگن بدون کلاش باید دنده عوض کنید و این حتما لازمه دقت کنید به میزان دور موتورتون موقع دنده عوض کردن. اینکه رو دور موتور 15 تا 16 حتما دنده رو عوض کنید که به راحتی دنده هاتون جا بره، چه زمانی که میخواید دنده معکوس بدید، چه زمانی که از دنده فرض مثال 4 به 5 میخواید بیاید. اینها رو باید حتما چک کنید. موقع امتحان چیزایی که برای ممتحن، اون کسی که از شما داره امتحان میگیره یا همون اگزامینر مهمه، دقت در رانندگی، رعایت دقیق سرعت، استفاده به جا و به موقع از راهنما، ترمز و رعایت قوانین به صورت منظمه. چک کردن آینه ها بین هر 8 تا 10 ثانیه است که حتما باید چک کنید. رانندگی بین خطوط، رعایت حق تقدم. امیدوارم که همه این موارد رو با موفقیت پشت سر بذارید و هر روز یه موفقیت جدید کسب کنید. فیلمی تهیه کردم که در مورد بازرسی داخل کابین بعد از صحبت‌های من می‌بینید و در انتها بازم خواهش میکنم که حتما کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما کامنت بذارید. در ادامه هم خدمتتون عرض میکنم که ما هیچ اسپانسری برنامه‌مون نداره و لایک ها و کامنت های زیبای شماست که بهمون انرژی میده که دوباره ادامه بدیم. امیدوارم که همیشه موفق و مؤید باشید. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. تا ویدئوی بعدی، خدا یار و نگهدارتون باشه. اوکی. وقتی که میخوای این کپ رو شروع کنی، به محضی که وارد ماشین شدی و خواستی شروع کنی میگی My test in cap gear natural، یعنی دنده خلاصه، gear natural. سویچو باز میکنی، ignition on، اینجا رو چک میکنی. All warning sign active، یعنی همه چراغایی که تو علائم خطر اینجا روشنه. بعد انجین رو استارت میزنی، استارت انجین. از اینجا شروع میکنی. تراکتور، تریلی، اینشورنس and MVI present and valid، یعنی بیمه نامه و بقیه چیزای تریلی و کامیونمون اینجا حاضره و تاریخ داره، معتبره و اینجا مپ لایت ورکینگ، چراغ نقشه خونمون کار میکنه. left mirror all clean no crack set for me. left window rolling it up and down working perfectly. windshield clean no crack. windshield وایشر واپر working، بفاکرمون کار میکنه و آب میپاشه. میریم سمت راست. right mirror all clean no crack set for me. right window rolling it up and down
working. میایم اینجا چراغامون رو روشن میکنیم که نور پایینمون رو ببینیم. وقتی که چراغا رو روشن کردیم و دیدیم میگیم low beam working. دش دیمر working. دش دیمر همون دکمه‌ایه که نور پشت پنلا رو کم و زیاد میکنه. دش دیمر working. فور فلشر working. جفت راهنمامون کار میکنه. بعد میایم آمپرهای داخل رو دونه دونه میگیم. oil pressure gauge working showing normal. Water temperature gauge working showing normal. Depth gauge working normal enough depth for this trip, this period or today. RPM showing 600 normal. باتری اینجا باتری رو میاریم میخونیم هر عددی که بود. 3.9 volt is good. Speedometer showing 0 because not moving truck and trailer. Fuel gauge working enough fuel for this trip or today. Primary and secondary gauge working. Hold air. One Y check valve is working. Release tractor brake. Release trailer brake. Differential suspension air. Fifth wheel. All working. Position off. Defrosted windshield. Full fan. Working. In-cap air. Working. Hand valve. Working. Steering wheel. No display. City horn. Working. Highway horn. Working. Left signal. هم تو آینه چک میکنیم هم تو پنل. Left signal. Working. Right signal. باز هم تو پنل هم تو آینه. Right signal. Working. Seat. صندلیمونو. Seat. Rolling. Front and back. Working. Seat belt. کمربند ایمنی. Seat belt. No cut. No dismissing. Lock. Unlock. Working. اینجا از کسی که داره امتحان ازت میگیره اگزامینر میخوای. اگزامینر please you check seat and seat belt که اونم چک میکنه و اوکی بهت میده. بعد floor clean یعنی این کپ تمیزه. no lowering object یعنی هیچ چیزی غلطنده‌ای که بیاد تو دست پامونو که بخواد مانع حرکتمون بشه نیست. Test is down. این کپ داون